بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه وسلم و علی آله و صحبه اجمعین. درس دوم هست. شاگردای محترم، اسم المهیمن الله سبحانه و تعالی را میخوانیم. اول از نگاه لغوی المهیمن به معناهای مختلف میآید. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما میگه که مهیمن به معنای مؤتمن یا امین دهنده هست و علامه کسایی میگه که مهیمن به معنای شهید هست، یعنی کسی که شهادت میده. و همچنان میگه که به معنای رقیب هم آمده هست و به معنای امانتکار هم آمده هست. اسم المهیمن الله سبحانه و تعالی در اسماء الله الحسنی در تعریف از تو گفته میتونیم که المهیمن اسم من اسماء الله الحسنی. المهیمن یک نام هست از نامهای نیک الله سبحانه و تعالی و یدل و این دلالت میکنه على المحیط المسیطر القائم على خلقه، به ذاتی که محیط است، یعنی تمام مخلوقاتش احاطه کرده، با مراقبتش، با علمش، با قدرتش، با قوتش، با عظمتش. المسیطر که سیطره داره، قدرت داره بالای تمام کائنات، بالای تمام مخلوقاتی که هستن. و القائم على خلقه باعمالهم، که اداره کننده و کنترل کننده اعمال مخلوقاتش است و ارزاقهم و آجالهم. اینا را اداره میکنه و کنترل میکنه و مراقبت میکنه. اعمال مخلوقاتش، رزقهای مخلوقاتش، اجلشان که چه وقت مرگشان است، چه وقت زندگیشان هست. و هو الرقیب الشهید، او ذاتی هست که مراقب است و شهید و حاضر هست در هر مجلس، با علم خود، با قدرت خود، با عظمت خود. الحافظ لكل شيء و محافظه کننده هست به هر چیز. از این تعریف چند نقطه را فهمیدیم. المهیمن گفتیم که اسم از اسماء الله الحسنی هست. دلیلش هم آیت 23 سوره 8 است که الله سبحانه و تعالی میگه که هو الله الذی لا اله الا هو الله. الله که است معرفی میکنه، او الله هست. خدا نگوین، گاد نگوین، خدای نگوین، نامش الله هست. او الله هست. الذی، او ذاتی هست که لا اله نیست هیچ معبود به حقی که مستحق عبادت باشد. دو نقطه. نیست هیچ معبودی که معبود به حق که مستحق عبادت باشه الا هو، بغیر از او. چه صفات داره؟ اسماء الله الحسنی چی است؟ اسماء و صفاتش الملك، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهیمن. کلمه المهیمن در سوره حشر آیت 23 ذکر شده است. چند مطلب اساسی ده، یعنی المهیمن کدام مفاهیمی را باید ما از او بگیریم، عقیده داشته باشیم. اول، و هو یدل علی المحیط المسیطر. عقیده داریم که المهیمن ذاتی هست که احاطه کرده و قدرتمند هست بالای تمام مخلوقاتش. علمش تمام مخلوقاتش شامل میشه، قدرتش تمام مخلوقاتش شامل میشه. سیطره
و حکم رواییش بالای تمام مخلوقات است. این معنای مهیمن است. یعنی مهیمن مسیطر، المحیط. المسیطر یعنی بالای کل چیز قدرت داره و سیطره داره. المحیط با تمام مخلوقات، تمام مخلوقاتی که هست، تمام از اینا را احاطه کرده با قدرت و با علمش و با عظمتش. علامه ابن الامام میگه که المهیمن هو المحیط بغیره. المهیمن میگه او ذات هست که احاطه کرده به غیرش. الذي لا يخرج عن قدرته مقدور. هیچ کسی از قدرت از او خارج شده نمیتونه. الله المهیمن است به خاطر از که هیچ کسی از قدرت از او خارج شده نمیتونه. ولا ينفك عن حکمه مفطور. هیچ کسی از حکم از او بیرون شده نمیتونه. له الفضل على كل مخلوق من كل وجه في كل الامور. یعنی برای الله که المهیمن است فضیلت از بالای هر مخلوق. این فضل الله هست بالای هر مخلوق از هر جهت و در تمامی امور. الله بالای ما فضلش است. بر ما زندگی داده، بر ما جسم داده، بر ما روح داده، بر ما عقل داده، بر ما اعضای بدن داده. این کلش فضیلت الله هست. بر ما با عظمترین کتاب خدا که قرآن عظیم است، این بر ما فرستاده، نازل کرده و این حفظ کرده. مهیمن. و ما این میخوانیم و فکر خدا و عقیده خدا مطابق هستی میسازیم. و هو المستغنی عن غیره. المهیمن ات ذات قدرتمند است که از غیرش مستغنی هست. به هیچ چیز نیاز نداره، به هیچ کس نیازمند نیست. ما هستیم که به او نیاز داریم، محتاج هستیم. او مستغنی است. و الیه تسیر الامور. و به سوی او امور برمیگرده. هو القائم على خلقه باعمالهم و ارزاقهم و آجالهم. او ذاتی هست که تدبیر کننده هست به اعمال و رزق و اجل مخلوقاتش. و قیامه علیها. چی معنی؟ الله قائم است، اداره کننده هست. باطلاعه و استیلائه و حفظه. مطلع هست، هر چیز را میدانه و بر هر چیز استیلا و قدرت داره و هر چیز را حفظ میکنه، کل مخلوقات خدا. فكل مطلع على کنه الامر مستول علیه. هر کسی که مطلع باشه با یک چیز، بالای از او استیلا داره. وقتی مثلا من از این میز خود مطلع هستم، پس بالای از این قدرت هم دارم که بشکنانه میره بارم. و الله سبحانه و تعالی به تمام کائنات، آسمان ها، زمین، کوه ها، دریاها، بحرها، بالا از او عرش، لوح، قلم، جنت، دوزخ، کل زینا، کهکشان ها، سیارات، بالای کل زینا الله مهیمن است. حافظ له فهو مهیمن علیه. حفظ کننده زینا هست، پس بالای زینا مهیمن است. دکتر رضوانی، هر عالم فهمش از اسماء الله الحسنی به مو اندازه ظرفیت خود او رو میفهمه. و برای ما و شما سخن هر عالم مثل یک میوه با لذت جدیدی هست که از هر کدام از او استفاده میکنیم برای شناخت خالق متعال. علامه رضوانی
میگه معنی اسم الله المهیمن، میگه اگر میخوایم که معنای اسم مهیمن الله را بفهمین، هو المحیط بخیره، ذاتی که با تمام مخلوقاتش احاطه داره، لا یخرج عن قدرته مقدور، که از قدرت از هیچ کس خارج شده نمیتونه، ولا ینفک عن حکمه مفتور، هیچ کسی از حکم از او بیرون شده نمیتونه. مثلا شاید یک کسی سوال بکنه بگه که مثلا یک کافر چطور به حکم الله هست؟ حکم دو قسم است، یکی حکم تکوینی هست، یکی حکم تشریعی. حکم تکوینی است که بالای تمام این کائنات حکم الله هست، بالای جسم ما، جسم امو کافر هم حکم الله هست، چشم کافر مطابق حکم الله کار میکنه، قلب امو کافر مطابق حکم الله، چون حکم تکوینی الله هست، دور انسان اختیار نیست. اما در حکم تشریعی که الله برش گفته که شما ایمان داشته باشین، اعمال صالحه بکنین، در این کافر شده. از این خاطر سر از کافر حکم الله نافذ است. حکم تکوینیش الله الحکیم است، الله مهیمن است، بالای از این حکم الله نافذ است. وقتی که تولد میشد الله وقتش برش تعیین کرد. روزی که میموره، اما خطرناکترین دشمن الله که فرعون است و فرعونهای عصر ما و شما هست، این تواقید وقتی که مرگش آمد از جانب الله که فیصله شد، باز تغییر داده نمیتونه، میموره. فلانی نفر مرد، فلانی نفر مرد، فلانی نفر مرد و به این شکل. خب پس فهمیدیم که الله ذات است که او محیط و مسیطر است. محیط به معنای ازی که همه چیز کنترلش داره و بالای کل از اینا قدرت داره که اینا را چی تغییراتی بیاره، چی تدبیری بکنه، چه وقت هستش بکنه، چه وقت نابودش بکنه، چه وقت از بین ببرش. کلش مربوط الله میشه که ذات مهیمن است. دوم، القائم على خلقه باعمالهم و ارزاقهم و آجالهم، یعنی او ذاتی که قائم است، اداره کننده هست به مخلوقاتش، اعمالشان اداره و کنترل میکنه، ارزاقشان، رزقهایشان اداره و کنترل میکنه و اجلهای مخلوقات خود کنترل میکنه. اجل زمین چه وقت است؟ اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها. اجل آفتاب چه وقت است؟ اذا الشمس كورت و اذا النجوم انكدرت و اذا الجبال سيرت و اذا العشار عطلت و اذا الوحوش حشرت. ببینید هر چیزی از خود یک اجل خاصی داره و یک وقت خاص مشخصی داره که بالاخره با اینمی اجل خود و با این وقتش چی میشه؟ نابود میشه و از بین میره. این بالای ازی که قدرتمند هست الله سبحانه و تعالی. سوم نقطه که در این اسم المهیمن بفهمیم که و هو الرقیب الشهید الحافظ لكل شيء. اول المحیط بود، المسیطر. دوم القائم، اداره کننده به تمام آجال و ارزاق و تمام امور مخلوقاتش. و سوم مراقب هست، الرقیب. المهیمن یعنی ذاتی که با امو قدرت و با امو سیطره و با امو احاطه و با امو اداره که داره، مراقب هست، هر چیزی رو مراقبت میکنه. و الشهید و شاهد است. 3 نفر باشه، چهارمی از اینا که از مجلسشان آگاه هست الله سبحانه و تعالی هست. الحافظ لكل شيء، حفظ کننده هر چیز است. آسمان ها را، زمین، همه اینا را کی حفظ میکنه؟ الله، ذاتی که الرقیب است و الشهید و الحافظ. علامه ابن کثیر میگه قال ابن عباس، میگه قال ابن عباس، میگه عبدالله ابن عباس فرمود و غیر واحد و تعداد دیگری، ای الشاهد على خلقه باعمالهم،
یعنی المهیمن ذاتی که شاهد است بالای اعمال مخلوقاتش، به معنی هو الرقیب علیهم، به معنی ای که بالایشان مراقب است. به این شکل نام الرقیب الله سبحانه و تعالی را، نام المهیمن الله سبحانه و تعالی را شناختیم که الله سبحانه و تعالی ذات است که محیط است، احاطه کننده است، مسیطر است بالای تمام مخلوقاتش، اداره و کنترل تمام اسینا را میکنه. اول محیط مسیطر است، دوم القائم به اعمالهم، یعنی اداره کننده هست، اداره اعمال و ارزاق و آجال کل چیز مخلوقات، و سوم الله سبحانه و تعالی الرقیب و شاهد است، مراقب است و شاهد است با حالت مخلوقاتش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.